برادر عزیزی ما پرسیدن که آیا نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم فعلا موجود هست یا خیر. دوست گرامی، در این رابطه باید بگویم که بعضی مردم ها از روی دروغ و از روی افترا خود را به نسب رسول صلی الله علیه و سلم نسبت میدن، تا اینکه یک بازاریابی برای خود میکنن به نام سید و به نام خواجه و به نام چین و چرا، به خاطر از اینکه تا مردم دستایشان رو ببوسه و در جیباشان یک چند روپیه بندازه. به این خاطر اکثرشان بدعات و خرافات میکنن و تعویض فروشی میکنن. به این خاطر خود سید میگن. اکثرشان دروغگویا هستن. اکثرشان خصوصا در وطن ما، شما در افغانستان در این طرفات زیاد کل سید هستن و سید. اما در جاهای که ما در مدینه بودیم، در مکه می رفتیم، در اوج مردم زیادی دعواها را نمیکرد که ما سید هستیم و ما اولاد پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم. این دعواها در اوج خیلی نادر هست، کس زیاد دعوا نمیکنه. یعنی قسم معلوم میشه کل سیدا و وطن اصلی خود ترک کردن و آمدن کلشان در افغانستان ما. این معنا درست نیست. یعنی نسبت دادن اکثر مردم که خود را به سید و خاندان رسول الله نسبت میده، اکثرشان سند و ثبوتی ندارن. اما بعضی ها هستند که واقعا از نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، سیدای واقعی و آدمای نیک و صالح و خوب الحمدلله در این وطن و در دیگر وطن ها سیدها هستند. از شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمه الله پرسیدند که آیا موجود هست فعلا سید و اولاد نبی علیه السلام، یعنی از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب؟ در جواب فرمودند که بله موجود هستند. یعنی اینها نسبشان حفظ کردن و به سلسله صحیح نسبشان ثابت هست. و الحمدلله بعض دوستانی که ما میشناسم هم از دوستای خاص ما سیدا هستن، از مردمای وطن خود ما شما، و با سند صحیح سندشان ثابت هست و عقیدهشان هم به عقیده نبی علیه السلام، منهجشان هم به منهج رسول الله علیه السلام می باشه. پس این کدام چیزی محال نیست، بودن آنها در این زمان محال نیست. اولادای نبی صلی الله علیه وسلم یعنی از نسلش تا امروز موجود هست الحمدلله. و نسل نبی علیه السلام یعنی قبیله بنی هاشم و قریشی ها و همچنان یعنی سادات واقعی موجود هست. اما سیدایی که ما زیادتر میشناسیم اکثرشان جعلی هست. والله اعلم.